برادر و خواهر مسلمان، هرگز با دست و زبان کسی را آزار مده. یک مسلمان واقعی باش. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند مسلمان واقعی کسی است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند، از دست و زبان او آزار نیابند. روایت بخاری و مسلم. پس اگر میخواهی که مسلمان واقعی باشی، هرگز کسی را با دست و زبان آزار مده. از هر گفتار و کرداری که سبب رنجش کسی شود قطعاً بپرهیز و یک مسلمان واقعی باش. برادر و خواهری که صدای مرا میشنوی، آیا این سخن پیامبر خدا لایق آن نیست که آن را به دیگران هم بفرستیم؟ پس حتما این سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را به دوستانتان هم فرستید و در ثواب آن شریک شوید. و السلام علی من اتبع الهدى.